سفری ششمی سندباد دریاگرد. ای یاران، بدانید که من روزی در خانه خود نشسته بودم که جمع از بازرگانان به نزد من آمدند که آثار سفر در ایشان پدید بود. چون ایشان را دیدم، بازگشتنم از سفری دریا به یاد آمد و هنگامی را که از ملاقات یاران و پیوندان شاد گشته بودم، به خاطر آورده شوقمندی سفر شدم. آنگاه بضاعت‌های قیمت و زیبا که شایسته سفری دریا بود بخریدم و بارها بسته از شهر بغداد به بصره سفر کردم. در آنجا کشتی بزرگی که جمع از بازرگانان در آن بودند کرایه کردم. بارها را بر کشتی گذاشته از بصره روان شدیم و پیوسته از مکان به مکان و از شهر به شهر می رفتیم. خرید و فروش و تماشا می کردیم. وقتی ما خوش بود و سفری ما مبارک. سودهای بسیار به دست آوردیم تا اینکه روز از روزها ناخدای کشتی فریاد برآورد و دستار از سر بیانداخت، تپانچه بر رخسار زد و ریش خود بکند و میان کشتی از شدت ملالت و خفگی بیفتاد. بزرگانان بر وی جمع آمدند و گفتند: ای ناخدا، چی روی داد که به اینسان شدی؟ ناخدا گفت: ای جماعت، بدانید که ما راه گم کرده ایم و کشتی ما از دریای سلامت به در آمده و به دریای دیگر افتاده است که من راههای او را نمی شناسم. اگر خدای تعالی ما را از این مکان خطرناک نجات ندهد، همگی هلاک خواهیم شد. اکنون مراجعت کنید و از خدای تعالی یاری جویید. پس ناخدا برخاست که تدبیر کند. ناگاه تندباد به کشتی بیامد و کشتی را پس گردانید. کشتی در نزدیکی کوهی بلند بشکست و تخته های آن پراکنده شد و هرچی در کشتی بود غرق گردید. بازرگانان به دریا ریختند. قسمی از ایشان غرق شدند و قسمی به آن کوه برآمدند. من نیز از جمله کسانی بودم که نجات یافته به کوه برآمدم. در آن کوه جزیره بزرگی دیدم که در آن جزیره بس کشتی ها شکسته بودند. در آنجا چیزهای بسیار که دریا آنها را به ساحل انداخته بود دیدم که از آنها عقل حیران می شد. در آن هنگام به میان جزیره رفتیم. در آنجا چشمه آب روان و شیرین یافتیم که از زیر کوه بیرون می آمد و از سری دیگر کوه به زیر آن کوه فرو می رفت. پس در حال ساکنان کشتی به جزیره پراکنده شدند. از دیدن مال بسیار که در کنار دریا بود عقلشان برفت و مانندی بیشعوران و دیوانگان بودند. در میان چشمه گونه گونه گوهرهای خوب و یاقوتهای رنگارنگ و لؤلؤهای بزرگی بسیار خوب دیدم که مانندی ریگ در نهرها ریخته بودند و تمامتی زمین آن چشمه به سبب آن چیزهایی که در آنجا بودند چون ستارگان می درخشید. در آن مکان باز چشمه دیدم که از وی انبر می جوشید
و مانند موم گداخته تا به ساحل دریا روان می شد و در آنجا جانوران از دریا به در آمده عنبر را فرو می بردند و به دریا فرو می رفتند. آنگاه آن عنبر بر شکم جانوران گرم می شد و او را از دهانشان به آب می انداختند. وی فی الفور در روی آب منجمد می گشت و دیگرگون می شد. موج او را جمع می کرد و به کناری دریا می انداخت. سیاحان و بازرگانان آن را جمع کرده می فروشند. اما عنبری که خالص باشد و جانوران او را فرو نبرده باشند در زمین همان جزیره منجمد می شود و در آن مکان که عنبری خالص و خام است کس نتواند رفت و از برای آنکه جزیره در میان کوه است بر آن کوه کس بالا رفتن نمی تواند و از هیچ طرف راه به جزیره نیست. خلاص ما در آن جزیره می گشتیم و چیزهایی را که خدای تعالی آفریده بود تماشا می کردیم و در کاری خویش حیران بودیم و بس هراس در دل داشتیم و توشه کمی در یک سوی جزیره جمع آورده و در هر روز یا 2 روز بعد یک دفعه خوردنی می خوردیم. هر کس از ما اگر می مرد او را غسل داده در آن خاک و ریگی که دریا آنها را به ساحل افکنده بود گور می کردیم تا اینکه بسیار از ما مردند، جز چند نفر از ما باقی نماندند. به سبب دریا به ناخوشی شکم گرفتار می شدیم. چون مدت بر این بگذشت همه یاران من یکی یکی بمردند، جز من کسی نماند و توشه کمی با من بود. آنگاه بر احوال خود بگریستم و گفتم ای کاش پیش از یاران خود می مردم که مرا غسل داده کفن می کردند و به خاکم می سپردند. سیندباد دریاگرد به یاران خود گفت چون من یاران خود به خاک سپردم در آن جزیره تنی تنها ماندم. پس از آن برخاسته خودم در یک سوی جزیره یک چقوری گرمانند از برای خود بکندم و به خود گفتم که هر وقت رنجوری من سخت شود و بدانم که مرگ من در رسید به این چقوری درآیم و در آنجا بخوابم تا بمیرم. آنگاه بادها ریگ بر من ریخته مرا بپوشانند. پس بر سر آن چقوری نشسته خود را ملامت می کردم که چرا از شهر خود به در آمدم. پس از آن همه رنجها و مشقتها و مهنت و خطرها که برای من در سفرهای پیش بوده است باز از بهر چی سفر کردم و حال آنکه حاجت به سفر نداشتم و از مال بی نیاز بودم. مرا چندان بضاعت بود که من او را تا باقی عمر نمی توانستم تمام کرد، بلکه نیمه آن را صرف کرده نمی توانستم. پس به کار خود به فکرت و حیرت درمانده به خود گفتم به خدا سوگند که این نهر آب را آغاز و انجام است و این نهر ناچار از مکان بیرون خواهد شد و خواه و ناخواه به آبادی خواهد رسید. فکری درست این است که از چوب چیزی بسازم آنقدر که در وی توانم نشست. پس
او را به این نهر انداخته بر او بنشینم تا او مرا ببرد. اگر خدای تعالی خلاصی را بر من تقدیر کرده باشد خلاص خواهم یافت و اگر خلاص نیابم در زیر کوه و میان این نهر بمیرم. بهتر است که در این مکان بمیرم. آنگاه با حسرت و افسوس برخاسته از آن جزیره چوب‌های عود قماری و عود چینی که ریخته بودند جمع آوردم و با ریسمان‌ها که از کشتی‌های شکسته افتاده بودند به یکدیگر محکم ببستم و از تخته‌های پهناوری صاف که از کشتی‌های شکسته ریخته بودند بر روی آب چوب‌ها بگذاشتم و کمتر از پهنایی آن نهر زورقی بساختم و تمام چوب‌های و تخته‌های او را محکم ببستم. از آن گوهرهای و لؤلؤهای بزرگ، عنبر خالص و چیزهای دیگر که در آن جزیره بودند برداشته بر آن زورق بگذاشتم و از توشه آنچه که باقی مانده بود با خود بگرفتم. زورق را به آن نهر بیفکندم و بر روی او نشسته روان شدم. القصه با آن زورق در آن نهر روان شدم و از عاقبت کار خود فکر می راندم، اما زورق بر روی آب می رفت تا که به زیر کوه که نهر از آنجا می گذشت داخل شد و مرا در زیر کوه در تاریکی سخت از جایهای تنگ همه برد که پهلوهای زورقم را به این سو و آن سوی نهر به سر من به سق نهر می سود، لیکن بازگشتن نمی توانستم و از کرده خود پشیمان بودم. من خود را ملامت می کردم و می گفتم اگر این مکان به این زورق تنگ آید بازگشتنم محال است و ناچار به مهنت و رنج خواهم مرد. پس از آن از تنگی نهر من بر رو بیفتادم و همی رفتم. روز را از شب نمی دانستم. از هلاک خویشتن بسیار بیم داشتم و به این سان بر روی آب می رفتم و آن نهر گاه تنگ و گاه فراخ می شد، ولیکن شدت تاریکی مرا بیازرد و سخت رنجور شدم. آنگاه مرا از غایت اندوه خواب بگرفت. وقتی که بیدار شدم خود را در روشنی دیدم. چشم گشوده مکان وسیع و زورق را به درخت جزیره بسته یافتم. جماعت از هندوها و حبشها بر من گرد آمده بودند. چون دیدند که من چشم بگشادم به سوی من برخاسته با زبانی که من آن را نمی دانستم سخن گفتند. من از شدت تنگی و مشقتی که در زیر کوه دیده بودم گمان بردم که من خواب می بینم، چون من زبان ایشان را نمی دانستم و جواب به ایشان نمی دادم. آن وقت مرد از ایشان پیش آمده به زبان عربی مرا سلام داد و به من گفت ای برادر، تو کیستی و از کجایی و سبب آمدنت به اینجا چیست؟ پس از آن گفت ما صاحبان همین کشتزاریم، آمده بودیم که کشتزار خود را آبیاری کنیم. چون تو را اینجا بر روی زورق خفته یافتیم زورق را گرفته ببستیم تا تو برخیزی و ما را از سبب به اینجا آمدنت آگاه کنی. من با او گفتم
ای برادر، تو را به خدا سوگند می دهم که اول برای من خوردنی بیاور که از گرسنگی تاب سخن گفتن ندارم. پس از آن که طعام بخوردم هر چه خواهی سوال کن. در حال برایم طعام بیاورد. من بخوردم، سیر گشتم و راحت یافتم. بیم من برفت و روانم به تن بازگشت. حمدی خدا به جا آوردم و از بیرون آمدن از آن ورطه خوشوقت شدم و تمام ماجرای خود را به ایشان گفتم و رنجی که از تنگی آن نهر برده بودم باز گفتم. آنگاه جماعت با یکدیگر گفتند باید این را به نزد ملک بریم تا ماجرای خود را به ملک بازگوید. مرا با زورق و هرچی از مال و گوهر و لؤلؤ در آن بود برداشته پیش ملک بردند. من حکایت خود را به ملک بیان کردم. ملک را از حکایتم عجب آمد و به سلامتی تهنیت گفت. در آن وقت من برخاسته از آن زورقم مال بسیار از گوهر و لؤلؤ و عود و خام آورده به ملک هدیه کردم. ملک هدیه مرا قبول نموده و مرا عزیز داشت و در مکان و نزدیک خود مرا خانه داد. من با بزرگانان ایشان نغز رابطه کردم و از درگاه ملک هیچگاه جدا نگشتم و هر کس که به آن جزیره می آمد خبرهای شهر مرا می پرسید و من نیز خبر شهرهای ایشان می پرسیدم تا اینکه روز ملک آن جزیره از خلیفه بغداد باز پرسید و از سخاوت و عدل و داد او جویا گشت. من سخاوت و انصاف خلیفه را به او گفتم. او را از کارهای خلیفه عجب آمد و به من گفت به خدا سوگند که محبت خلیفه در دلم جای کرد. قصد من این است که از برای او هدیه مهیا کرده با تو بفرستم. من گفتم ای ملک اطاعت کنم و هدیه به خلیفه برسانم و دوستی تو را به او باز نمایم. خلاص من در نزد ملک در نهایت عزت به سر می بردم تا اینکه روز از روزها در نزد ملک نشسته بودم. شنیدم که جماعت از اهل شهر کشتی ترتیب داده اختیار سفر بصره دارند. من با خود گفتم مرا بهتر است که با این جماعت سفر کنم. آن وقت شتابان نزد ملک رفته دست او را بوسه داده او را آگاه کردم که با آن جماعت که کشتی ترتیب داده اند مقصد سفر دارم که بس شوقمند وطن و فرزندان و پیوندانم. ملک گفت اختیار داری، ولی اگر در نزد ما بمانی جا بر سر و چشم ما داری. گفتم یا حضرت به خدا سوگند که تو مرا غرق احسان کرده ای، ولی اشتیاق من به یال و وطن بسیار گشته. چون ملک سخن مرا بشنید بازرگانان را که قصد سفر داشتند حاضر آورد و مرا به ایشان بسپرد و مال بیشمار به من عطا کرد و هدیه های لایق از برای خلیفه هارون الرشید با من بفرستاد. آنگاه ملک را ودا کرده و با دیگر یاران و بزرگانان به کشتی نشسته روان شدیم. باد مراد بوزید و سفر ما نیکو شد. پیوسته از دریا به دریا و از جزیره به جزیره روان بودیم
تا اینکه سلامت به شهر بصره برسیدیم. چند روزه در شهر بصره به سر برده، پس از آن به بغداد روان شدیم و به دربار خلیفه حاضر آمده هدیه های را که ملک برای او فرستاده بود من عرضه داشتم و تمام ماجرا به خلیفه باز گفتم. پس از آن به خانه خویش آمده مال و متاع خود را جمع آوردم. یاران و پیوندان من نزد من آمده از دیدار یکدیگر فرحناک شدیم و هدیه به همه کس فرستادم و فقیران و مسکینان را صدقه دادم. پس از چند روز خلیفه مرا بخواست و از سبب هدیه جویا شد. پرسید که این هدیه از کیست و از کجاست؟ گفتم ای خلیفه، نام شهری که هدیه از آنجا آوردم نمیدانم و راه آن را نمی شناسم، لیکن وقتی که کشتی ما غرق شد من به جزیره در آمدم و از برای خود زورق ساخته او را به نهری که در میان جزیره بود بینداختم. آن نهر مرا از آن مکان خطرناک بیرون برد. پس تمامت آن چیزی که در آن سفر روی داده بود بیان کردم و سبب فرستادن هدیه باز گفتم. خلیفه را بس عجب آمد، فرمود که حکایت مرا نوشته به خزانه سپرند تا عبرت آیندگان شود. پس از آن مرا احترام کرد و در شهر بغداد وقت را در عیش و نوش می گذرانیدم و رنجهای را که برده بودم فراموش کرده و همیشه در نشاط و طرب بودم. ماجرای من در سفر ششمین این بود که حکایت کردم. فردا حکایت سفر هفتم را نقل خواهم کرد که وی عجیبتر از حکایت سفرهای پیش است. پس از آن سندباد دریاگرد به پهن کردن سفره بفرمود. چون خوردنی بخوردند 100 مثقال زری سرخ را به سندباد حمال بداد. او زرها را گرفته با جماعتی که در آنجا بودند بازگشتند و در غایت حیرانی و تعجب بودند. چون شب را به روز آوردند هنگام بامداد به خانه سندباد دریاگرد آمده و یاران مجلس همگی جمع آمده سندباد دریاگرد به حکایت آغاز نمود. اینجا سرگذشت ششم سندباد دریاگرد به پایان می رسد. اگر سرگذشت به شما پسند آمده باشد خواهشمندم که علامت بسیار خوب را پخش نمایید. شاد و فیروز باشید.